دو عبارت انگلیسی برای پرسیدن شغل کسی. What do you do؟ چه کاره هستی؟ What's your job؟ شغلت چیه؟ I am a teacher. معلم هستم. I am an engineer. مهندس هستم. I am a nurse. من پرستار هستم. I am a doctor. من دکتر هستم. I am a cook. من آشپزم. I am a student. من یک دانش آموز هستم. عبارتهای مربوط به شغل. I am between jobs. من دو شغله هستم. I am unemployed. من بیکارم. I am looking for a job. من دنبال کار میگردم. I am retired. من بازنشسته هستم. I am out of work. من از کارم بیرون اومدم. I would like to be a nurse. میخوام پرستار بشم. شغلتو برام کامنت کن. لایک و سابسکرایب یادت نره.